حسین بیا بالا مشتری من ماشین ببره. خب ببره. اینجا نگو زیا، بگو استازیا. حسین ماشین شد. کاکا ماشین تا اول میلنگش در بیاریم. میلنگ که در بیار. تا اول شتون در بیاریم. شاتون که در بیار. خاطر موتور در نیارم که نمیتونم درستش کنم. عوض شده تصمیم تایم. تا چه تایمی؟ برو بر تو دستم وای نسا. حسین دیسکش خوبه جواب میده. عالیه دیسکش هایده میخونه. قربلنگ رادیاتم خراب شده. قصه قبلی کی بوده؟ کجا بردی این ماشینه؟ اون قصه قبلش هم خودت هستی. نه خب اینجاش درسته. اوه فیوز اگزوزت هم سوخته. حسین ماشین ما نگاه می‌کنی؟ من چشه؟ قاب میکنه بالا میاد. خوب ببینم. روغن قاطی کرده کمپرس داده. دو تا پسونت هم سوخته. ماشین یه هفته بعد بخوابه. چه خبره؟ واسه منم یا تو؟ این صدا چیه؟ حالت قبلی که تو بیای سالم بود. حسین نگاه می‌کنی به سیم کشی؟ سیم چه کشی؟ تو دوباره گفتی زیا. پس نمد پلوست هم خراب شده بود. چی؟ پس نمد کاکا کاس نمد. ساعت 12 شد مردیم از گشنه ناموسم. این خوبه. بسم الله. تو موقع حالا چجوری با این ماشین میرفتی؟ خدا وکیل اقل که زیر این ماشین خوابیدم زیر هر کی خوابیده بودم وضعم بهتر بود. حسین مشتری خانم اومده. هیچ نگین خودم راش میندازم. حسین من زیر پام آب میاد. زیر پاد آب میاد عزیزا مال رادیاتت سوراخ شده. من بودم درستش کردم. هر جا میبردی زیر 100 میلیون نمیشد کاکا. دست در نکنه حساب اون چقدر شد؟ عزیزی 98 تومن. کاکا ماشین تو بوم خودت تمام میتونی ببریش. اینا اضافه اومده به خودت ببریش. چجوری اضافه اومده؟ برات زیاد گذاشتم.